بیچارگی و فقر قلومی زندگی به سر میبره. من مراجعتم به اونا است که مردم ببینید همین مردی که امروز کشته شد، همین مردی که امروز شهید شد، این مرد یکم آدم بود که در صف همه آدم ها استوده بود. من وارخ جنگ میرم، من وارخ میرم، من وارخ دفاع میکنم، وارخ تن منه، ما یک تنه. اگر دست من ببرم من زندگی نمیخوام، من میخوام که وارخ من باشم. برای وارخ خیست این حکومت آمد اما آدم کش برای وطن جان فدا میگه بیا من ترا بکشم. وارخ نه، جنگ نرم، من میکشم. من نمیدونم این در کدام تاریخ های، من نمیدونم این در کدام قانون های، در کدام چارچوب های، چه مقصد های. خب مقصد دارن، پالیتیکا دارن، سیاست دارن، چیزی که دارن مشکل خودتونن. ما مقصد منابعی که قانونی که برای همه یک های در یک دولت دنیاوی، حقوق دنیا، دموکراتی، خلقی، نمیدونم چند قید دیگه پلوس دهو زدگی امو دولت حق داره هر یک آدم سخنش بگه، حقش بطلبه. یکم ما یگان دام و یگان دو نگذاشتیم، ما یگان کس نکشتیم، ما یگان کس در یگان مواد نفروختیم، ما یگان کار کردگی نیستیم. ما فقط میخوایم که رنگ آدم قانونی که شما نوشتگی رعایت شود. ما این قانون را با جان و دل رعایت میکنیم وقتی که قانون براد اما قانون خودش رعایت کنند. لیکن وقتی که قانون برای یک کله مردم، قانون او برای مردم دیگر او قانون دست و نمیکنه، او قانون کار نمیکنه، او قانون ما نیست. او کنستیتوسیا ما نیست. کنستیتوسیا همو یکیم 100%، نه 99 از 10 نه 99 نه 80%، 100% قانون رعایت شود. تمام بالا تا پایین قانون که رعایت کردن، ما قانون رعایت میکنیم، تاجیکستان گلستان میشود. لیکن قانون همه براریم، بعد میاییم برادرای ما نپرهه میپرانند با میگن که شما قانون رعایت کنید، مردم بدخشان قانون نمیکنه رعایت. اوخی تو میایی ما همون قانون که رعایت کردم مرا میکشی برای همون که ما همین رعایت کردم. او را رعایت نکنیم، ما او را رعایت میکنیم. ما قانون قبول داریم، ما قانون شکن قبول نداریم. قانون تمام ملت تاجیک قبول داره، قبول نمیداشت 30 سال طاقت نمیکرد. 30 سال مجبور در بدر بسر فرزندامون زنده یتیم بابامون مهر محبت فرزنده که پدر بزرگ مادر بزرگ مهر محبت نبیره که زندگیشون عوض شد، فقط عمرشون به همون نبیره است. زبانشون نمیدونن، دیدنش یک دفعه. پدر بزرگ مادر بزرگ زبان فرزندش نمیدونن. او چقدر گپ زنه. این مردم هم مسوختگی های. ای برادر و حضرت یوسف 18 سال حضرت یعقوب او را ندید، ایجرش کور شد. پدر و مادر ما 30 سال شد فرزند نمیبینم، میمیرن، ما نمیتونیم بریم که در سر تابوش اقلا گریه کنیم. بعد به همه هم میگم پامیره های تریا و تریا جلوبه ها نمیچه برادرها بس ما ملچگی نیستیم، ما ملچی نیستیم. ما جان ما برای همون مادر تاجیک میسوزه که فرزندش در غریبی میمیره. ای دست سیکن باشه، ای بیچارگی باشه، ای کسلی باشه، ای فقر باشه، ما در غم شریکیم. ما برای تاجیکستان اگر یا به خدا یا ای بیرون کسی بخواه که به تاجیکستان برسه، ما جامعه فدا میکنیم. این وطن میاد، این خاک میاد، این زمین میاد. ما برادریم. لیکن برادرای تاجیک هم ما خوش میکنیم. نخیزه جنگ نکنیم. ما به جنگ هیچ کس دعوت کردنی نیستیم. مردم برشا هیچ وقت جنگ نخواست، هیچ وقت طرفدار جنگ نبود، طرفدار جنگ هم نیستیم. ما طرفدار آدمگری انسانیتیم. بخیزه اقلا بگن که برادر ما نکشه، این گناه نیست. این ملت تاجیک مایلا دبای ما شیر دوختن، این اوتری های او اوتری های، این مشرک های او مسلمان های، این کافر های او دیگه خیلی های.
نمیچیم چه ای برادر اصل 21 تو خیمو خی دیا خونه یا برادر چیز دیگر بوانی میگه یا برادر چیز دیگر ده او پرابلم نیست او خانواده ما یا خانواده وقتی که در خانواده ما خونه خودمونه نگاه بینی کردن نمیتونیم این مرسدس ها و پول چیزی که در غریبی بجا میکنی همدیگر فریب میکنی مرا یا توجی که دیگه صبح جمعه گیری یا زندگی میکنی 2 سال 3 سال میگذاره اون 2 روزه اما چه میگذاره اما ما میمریم لیکن ما میفخریم با اون شهیدایی که برای ننگ ناموس خواهرشون خستند هم در پیش خداوند و عزیزان هم در پیش خلق دواره نکشته شما دروغ نگین الله در قرآن میگه که او نمردن نمردن شما نمیدونید شما اگر میدانستین که جاشون در کجا شما همه تان گلبیبی میشدین شما همه گلبیبی میشدین سینه سپر میکردین ای مرغوب میخستین تا آخر دوره خود زرفشان لدنوباد تمامش میخیست اما ما مسلمان میشدیم لیکن میگم ما مشرکن شما مسلمان کجا مسلمانی ها این همه طاقت این همه صبر این همه بیچارگی مسلمانی ها کجاش مسلمانی ها 300 نفر مسلمان را 3000 لشکر جنگ کرد نگفتن که یا زورا قدرت ما میرسن نمیرسن حال پگه ما را میکشم برادرها یه چیز است که ما ساله برآمد دارم این یک گپ است که یه روز در مرا نزدم سوار ما زدن من میگم که خیلی در مرا نزدم سوار زدم پگه در مرا میزنم سوار میگم برا گیم شو وقتی که مرا زدن تی نبودیم 2012 ما را ایتاری کردن ملت پاویر یاد دلخنک شد دوم ما هیچ که نمیخیزم ما را زدن اما گفتم امیده را کشتن کنیم اول هم کشتیستن این روز ساعت 4 نفر دیگه زدن 4 نفر دیگه این روز سهر قطع زدن مردم نمیدوا مردم ششتگی همون 4 نفر هم بچه دوره همون 4 نفر هم برادر دوره خواهر دوره زن فرزند دوره بودم زندگی شیرین ها اون 4 نفر هم میتونید بره در رسی کار کنه خواب بکنه بشینه لیکن خستن مردم میخیزن مردم میخیزن نه برای پریورات نه برای انقلاب برای چنه برای اون که مجبورش کردگی مردم مجبور کردگی که بخیزه اقشا بطلبه یا خب کنه شما اون را بکشید لیکن ملت ما ملت بدخشان هیچ وقت در یگان قرن هیچ وقت ملت بدخشان سر خم نکردن تمام قانون رعایت کردگی تمام قانونای ما زیر دست یا دولت نبودیم بدخشان یا دولت هست یا زمین هست که سالها در زیر انگلیا بود در زیر روسیه بود در زیر افغانها بود در زیر بخارا بود در زیر دست بسیار دولت ها بود لیکن بدخشان میمونه فتونه بکشن اینا ما را بکشن ترمه کنن بترسانن خانواده ما نغم بتین چی کاره بکنن فتونه بکشن ما دیگر نمیشیم ما اینا ماییم برای قانون رو کنیم قانون بردار قانون نوشتن هر یک حرف او قانون را برای خودتون مقدس بدونه ما اون رو رویه میکنیم لیکن قانون نوشتن برای گوسفنده و خودتون رویش نمیکنیم ما گوسفنده هستیم ما قانون رویه میکنیم ما ای مردم ما آز ای دولت نمیخوایم که بخیر بره گم شد ما ای دولت نمیخوایم که تو بره یک کار دیگه بکن ما ای دولت نمیخوایم که تو ما را جای کار تامین که 30 سال نکردیم ما ای دولت نمیخوایم که مردم ما را برگردون که در 30 سال نگردیم ملت در فروختی زمین فروخته میشه فروختی ما 7 ماه 6 تا لیکن برادرای ما را دست نزنید هر یک کشتا ملت هر یک بدخشانی کشتا را شما جواب بکنید شما باید قانونی در نزد قانون خودم جواب بکنید اگر جواب دادنی نیستن ملت بدخشان دیگه از فلاشدا دور نمیشود ملت بدخشان دیگه حق و حقوق شده همه جا میطلبد اگر بفاره تمام تاجیکو تمام ملت توجی اگر بخواهید
امروز بخزیم این چینه بگن که بس کنن بدخشان ترانی بس کنن افسراتان ای بدخشان ببرن او الفا و بیتا و نمیدون زیتا و چیزی که شما ساختگید ای بدخشان گم کنن ای بدخشان ببرن بدخشان بمونن بدخشان یا رئیس ساز داشته باشه اگر انتخابم در دست مردم بدخشان نباشه آدمی که با رئیس بدخشان باشه مردم او را قبول داشته باشه یا بیاین فیض و برگردونین چی دا بردونین برای چی که نخواست فیض که نمیم بخونه تاشو نمیدونیست نکرد او ما کارا رو نمیکنیم ما پلات مردم رو نمیخیزیم گرفتیم برداشتیم یا آدم آوردگی که یا آدمی که همه میدونن بزن همه میدونن آوردگی که حق کنن شما چی کاره بکنید ما او را نمیخوریم بیاین یا رئیس دیگر را بیارید این رئیس دیگر کار کنه قانون روایت کنید ما قانون روایت میکنیم اگر قانون روایت نکنید ما قانون روایت نمیکنیم لیکن بدانید که بغیر قانونایی که شما نوشتگیه قانونایی که شما نوشتگیه این قانون ها را باید شما روایت کنید یکم باید ای مردم بطلبن که قانون را روایت کنیم ما او را روایت میکنیم بجا میدیم مردم پامیر را بغیر قانون های نوشته شما مردم پامیر قانون های دیگه هم دوره شمایی که هر جا به بدخشان کار میوانید شما بدانید که دختر بدخشان افت دختر بدخشان دست نورس است اگر دختر بدخشان مینیوبکه هم بپوشه لخت هم بکند شما حق ندارن که دست بزنه او دختره در اوجا شیرمردا ایدم دخترها استادگی ها شما فکر نکنید که دخترهای ما را هرچی بفارتان بکنید تخم ما را عرلش کده نمیشه ما دارا میگو ما پختگیم ای خمیر خام فرم هم میسازه ای خمیر خام ای ما پختگی ها هیچی دیگه ساخته نمیشه آدم های پختگی ای ما دیگه قالب ساختن ممکن نیست ای ما قالب ساختن نمیشه فقط ساختن ممکنه یا همه مونه بسوزانه یا گپ مونه گوش کنه قانون قاعده رو روایت کنه ما اون قانون قاعده را به جان روایت میکنه بدخشان چیز ماده میفوره میکنه اگر نکنه این کارا مردم بدخشان دیگه نمیشینه تمام مردم بدخشان تا قانوناشون روایت نکنه محفاشون به جا نیاره مردم بدخشان جا نمیره لیکن یک خواهش دیگه این برادر ما میگم آخران خواهش من رئیس بدخشان سراج نه استعفا بده بره یا مردم بدخشان رئیس انتخاب کنه یا رئیس انتخاب کنه که مردم بدخشان بپذیرن این طلب ما همیه طلب مردم همیه دیگه ما هیچ طلب شما نداریم شما شما را به اون درجه هم نمیشناسیم که شما یکون چه بطلبید شما یکون کار را اجرا کردنی هم نیستیم توان اجرای کار هم نداریم ما میدونیم که اتفاق چی گپ های دهید یا چی سیاست هست خدا باشه